بسم الله الرحمن الرحیم. من به موجود بودن آفریدگار خالق شک شبهه داشتم و آن مرا اذیت میداد و گمان میکردم که در روی زمین یگان مرد مؤمن نیست، بله با همین درجه رسیده بودم و گمان میکردم که کسی مرا به موجود بودن آفریدگار خالق این جهان باور کننده نمیتواند. این کار برای من خیلی وزمین بود و مرا به تشویش می آورد و من سعی کوشش کردم تا این مسئله را به آخر رسانم، ولی با کدام راه؟ با راه لذت و حلاوت و با راهی دیگر. در واقع این مسئله حقیقت داشت و برایم یک غم سنگین بود که شب و روز در فکر آن بودم، حتی اینکه نمی توانستم خواب بکنم. از خانه به سوی بازار به دکان پدرم می رفتم و من حتی نمیدانم که در اطراف از دوستانم کی هست. حتی به من یکی از دوستانم سلام میداد، من جواب نمیدادم و آن را نمیشناختم و او مرا میداشت و چنین میگفت که ای فلانی تو در کجایی؟ پس من بیدار میشدم و با او اهمیت میدادم. پس با این قرار آمدم که باید به این مسئله نقطه مانم. به آخر رساندن این مسئله از این طرف و یا از آن طرف لازم است. پس من به خواندن کتاب ها شروع کردم تا به مقصد برسم. از شما پنهان نمی دارم که من خیلی کتاب بسیار را مطالعه کردم، لیکن از آن کتاب ها یگان بهره نگرفتم و وقت بسیار خود را با خواندن کتاب ها صرف کردم. همه چیزی که به دستم می افتاد آن را می خواندم و برای موجود بودن خالق این جهان یعنی آفریدگار دلیلی باوری بخش می جستم. به این حالت مدتی دراز باقی ماندم، لیکن الله تعالی وقتی که در این کار صمیمیت و صادق بودن مرا دید به من یاری داد و من دلیل های را خواندم که مرا از شک شبهه به سوی یقین برد، به سوی ایمان به الله سبحانه و تعالی. این بود که من آن روز را روز ایمان نامیدم، زیرا در حقیقت همه چیز در نظرم تغییر یافت. یعنی من دوباره به مخلوقات نگاه کردن را شروع کردم و موجودات و مخلوقات را نظر میکردم، ولی آنها مثل دیروزه به نظرم نمی نمود. درختان را مثلی که قبلا به آنها نگاه کرده بودم نمی دیدم. من پیشتر به نفس خود و به محتاب نظر می کردم، ولی حاضر به نظرم آنها دیگر می نمایند. پس چنین شد که الله سبحانه و تعالی را در همه چیز می دیدم که در گذشته در هیچ چیز پیدا نمی کردم. سبحان الله. اکنون برای تو اولین دلیل را می آورم که آن مرا به سوی ایمان برگرداند. در حقیقت من از کتاب غرائب المخلوقات خوانده بودم که از حشرات یک نمود پشه وجود دارد که آن چقدر خواهد زیاد می گردد و تخمش را در دایره‌ها و حوضها می گذارد و او بدنش را زیر می کند و از سوراخی های بدنش مائع می براید که با هوای بیرون آن خشک می شود به مثل توری تورتنک. آن خشک می شد و از آن کشتی و زورقهای خرد پیدا می گشت. همین طور پشه های مادری زورقهای خرد را می سازند که در دایره‌ها تخم می گذارند. پس آن مادران می میرند و پس از آن کرمچه های پیدا شده سبزیده کلان می شوند. وقتی که کلان شد تخم می شود. پس از آن در موسم تخمانی بسیار می گردند و او جسم خود را زیر می کند. پس آنها بیرون می شوند، ولی آنها تخم گذاشته پس می میرند. سوال به میان می آید که این مواد را کی برای ساختن آنها موافق کرده است که از جسمش ساخته می شود؟ ماده که خشک می شود که ساختن آن و بیرون کردن آن را به مادران آنها تعلیم داد که آنها مادرانشان را ندیده بودند و به آنها تعلیم داده باشند. مادرش وفات کرده بود، اگر او را میدید میگفتیم که از او تعلیم گرفته است. پس کی تعلیم داده است؟ اگر این راه نمی بود این نسل قطع می گردید. در حقیقت این کار نفس مرا خیلی تکانی بزرگ داد. وقتی که مادرش را ندیده است به او این کار را کی یاد داده است که آنها مادرانشان را ندیده اند؟ این چنین یک قصه به مانند این قصه است که یک دوستم به من گفت که او یک دستگاه چوجه براری داشت. در آن تخم مرغ را می گذاشت. روزی به آن 30 دانه تخم مرغ ماند و یک تخم پرنده آبی.
که آن را تنها برای پره شدن عدد آن بود. همراه تخم‌های مرغ آن را هم گذاشت. پس به من گفت: من وقتی از تخم برآمدن چوجه ها را میدانم. پس من برای دیدن تخم ها آمدم و از او پرسیدم که کی می براید؟ 30 چوجه های خردکک همه برآمدند. پس همراه آنها این پرنده آبی نیز برآمد. دوستم میگوید که همه چوجه ها را به میدان وسیع بردم، به زمین سر دادم و این پرنده آبی را تنها به حوض آب بردم و در آن پرنده خود شنا میکرد و آبازی میکرد، زیرا او پرنده آبی است. در تخم همراه تخمهای مرغ ها بود و مادرش را ندیده بود. چرا با چوجه ها به صحرا به زمین نبرآمد؟ این چوجه آبی در تخم همراه تخمهای مرغ بود و مادرش را ندیده بود. چرا با چوجه ها به صحرا نبرآمد؟ به او کی گفت که آن پرنده آبی است؟ بعد من نیز فهمیدم که زنبورهای عسل حجرچه های 6 کنجه دارند که با ترتیب منتظم است. حتی اگر از او یک خانه را گرفته شود، به جای آن دیگر خانه سازند و با آن عسل گذارند، اگر چند آنها مادرانشان را ندیده باشند. حقیقتا این دقت مرا به خود جلب کرد.